در کتابخانه ولایتی عمومی به نام تاجخواجه اسیری شهر خوجند آزمون کتابدار سال 2025 دایر گردید که آن نمایندگان همه شهر و ناحیه‌های ولایت، کتابداران کتابخانه‌های بچگانه، عمومی و حدود جماعت و دهات، غالبان دور شهری و ناحیه‌ای را گرد آورد. این آزمون ولایتی با مقصد رونق سمت کتابداری و کتابشناسی، بلند برداشتن ملکه کسبی متخصصان ساحه، بهبودی بخشیدن به صفت و ثمرناکی خدمترسانی کتابی اطلاعاتی، تشکیل و برگزاری چهاربینی‌های عمومی زمانوی و جنبست فعالیت کاری کتابخانه‌های 18 شهر و ناحیه‌های ولایت در سال 2025 برگزار کرده شد. و بسیار خوب است که امروزها در دایره جشنگیری 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان در کتابخانه ولایتی به نام تاجخواجه اسیری آزمون عنعنوی هر ساله کتابدار سال 2025 رفته ایستاده است که ما اشتراکچی همین برنامه هستیم و بسیار خوش است که سالهای آخر توسط استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان و سیاست خیلی خردمندانه و معرفت پرورانه پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان نسبت کتاب و کتابداری اهمیت خیلی جدی میدهند و خود تشکیل آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانایی کتاب است و آزمونی که سال آینده سال 2026 آزمون شاهنامه خوانی میشد تنها با همین مقصد است که مردم را، شهروندان را، خرد و بزرگ تاجیکستان عزیز را به کتاب و کتابخانه جلب کردن و توسط آن تربیت کردن جامعه امروزه تاجیکستان است. طوری که اطلاع داده شد مقصد اساسی آزمون بلند برداشتن مقام کتاب، ثمرناکی و صفت کاری کتابدار و کتابخانه در جامعه تشویق و ترغیب ساحه کتابداری، معین و معرفی نمودن فعالیتی با ثمر در بین کتابخانه ها و کارمندان آن، هوسمندگردانی کتابداران کتابخانه ها و تشویق و ترغیب مطالعه کتاب بین اهالی ولایت می باشد. جریان برگزاری آزمون ولایتی کتابداری سال 2025 عیان ساخت که همه اشتراکداران آن با تیاری خوب پیش اعضای حکمان به شرط‌های پیشنهاد شده جواب‌های قانع کننده و قابلیت ذهنی خود را نمایش دادند. با نظر داشت طلبات آزمون بهترین ها معین کرده شده، شاه جایزه به کتابدار کتابخانه بچگانه شهر گلستان فاطمه رجب و لایق دانسته شد. همچنین غالبان جایهای یکم، دوم و سوم معین گردیدند. همه آنها با تحفه‌های پولی و مالی و سپاسنامه‌ها قدردانی کرده شدند.